سرخط خبرها. سفارت صدمه مرگبار مهاجران تاجیک در روسیه را شرح داد. به خانواده‌های ضرر دیده در صدمه کلوب منزل نو می‌سازند. در ترکمنستان منزل دینداران را کافت و کاب و ادبیات دینی را مصادره می‌کنند. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوب و خوشید و نوید بامدادی رو تماشا دارید که با آخرین خبرها از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 25 آگوست است. در پی یک صدمه مدهش نقلیاتی در ولایت تنبوف روسیه دو مهاجر تاجیک به هلاکت رسیده، سه زاده تاجیکستان با جراحت در بیمارخانه بستری شدند. در این باره سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داده همدردیش را به نزدیکان ففتیدگان اظهار کرده است. این نهاد گفته که این حادثه 3 روز پیش 22 آگوست در ناحیه میچورینسکی روسیه رخ داده است. سفارت در همکاری با جمعیت تاجیکان منطقه مذکور به نزدیکان و پیوندان هلاک شدگان و آسیب دیدگان کمک‌های ضروری می‌رساند. آمده است در اظهارات سفارت تاجیکستان در روسیه. قبلا رسانه‌های روسیه خبر داده بودند که در نتیجه این صدمه نقلیاتی در ناحیه میچورینسک 4 نفر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می‌شد که ماشین تمغه پریورا به سمت مقابل برآمده با ماشین تمغه گارانت برخورده است. هر دو راننده در جای حادثه به هلاکت رسیده، دو مسافر دیگر در ماشین یوری تجلی به هلاکت رسیدند. 4 نفر جراحت برداشته در بیمارخانه بستری شدند. 4 عائله ضرر دیده در صدمه مدهش در شهر کلوب صاحب منزل‌های نو می‌شوند. در این باره دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت ختلان خبر داده است. به اطلاع منبع رئیس ولایت دولتعلی سعید از شهر کلوب بازدید نموده در آغاز ساختمان منزل استقامتی 4 عائله که خانه‌هایشان در فاجعه نقلیاتی تخریب شدند اشتراک کرده است. گفته شده است که خانه‌های ساکنان از طرف حکومت ولایت ختلان و شهر کلوب در محله دوستی بنیاد می‌شوند. رئیس ولایت خواستار استفاده محصولات بوصفت شده تاکید نموده است که کارها باید وسعت یابند چون تیر ماه نزدیک آمده است. این در حالی است که طبق اطلاع منابع رادیو آزادی در مسجدهای شهر کلوب امام خطیبان از مردم دعوت میکنند برای بنیاد منزل‌های این آسیب دیدگان پول جمع کنند. صدمه پرقربانی در کلوب شام 6 آگوست رخ داد. ماشین بارکش بر اثر از کار ماندن دستگاه ترمز منزل ساکنان، ماشین‌ها و ساکنان را زیر نمود. در نتیجه این فاجعه 10 نفر به هلاکت رسیده، 13 نفر مجروح شدند. معنای شهروند چیست؟ شهروند تاجیکستان چی وظیفه و مسئولیت دارد؟ به چی حق دارد میدانید؟ بعضا میگویند حقوق شهروند ویران شد. شما این را چگونه میفهمید؟ اگر حقوق شما پایمال شد به کجا مراجعت میکنید؟ کی باید حقوق شما را حمایت کند؟ کدام اداره یا نمایندگان کدام کسب و کار؟ به این سوالها از ساکنان در کوچه‌های دوشنبه پاسخ پرسیدیم و نظر آنها را حالا یکجا میبینیم. شهروند بسیار وسیع است، یک می‌شود به من نظر شدن در کار، به حساب شدن در کار، یک دیگر همیشه می‌شود. به فکرتان همی شهروند چی وظیفه و مسئولیت دارد؟ و چی حق دارد؟ و چی حق ندارد؟ بر اساس قانون‌های جمهوری باید همه چیزها احتیاط کند، رعایت کند. بنده را هستم، هم چون شهروند هم چون گراجدانی تاجیکستان ما باید دائما در آبادی وطنمون باشیم، در آبادی شهر باشیم، در آبادی زندگی باشیم، در آبادی خصوصی فرزندامون باشیم. شما میدونید که یک شهروند به چی ها حق دارد؟ مثلا هر شهروند به حقوق خود باید دارد که حقوق خود را دائما باید بداند که ما هم چون شهروند تاجیکستان به چی حقوق داریم. مثلا شما به چی حقوق دارید؟ ما با همه چیزی که همین حکومت باید کردگه به همون چیزا حقوق داریم. باید دائما حقوق خود را دانیم. اصلا در همین نقلیات ها ما هم چوبای باید ما را رایگان باید کنن. ما حقوق داریم که به همین چیا رایگان رویم، نه که بسیارش باید میکنن که نه حقوق نداریم. همه دانیم که حکومت شهر برای ما باید کردگه که ما رایگان باید رویم در همین نقلیات. خود شهروند جمهوری تاجیکستان در قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان پرعکس یافتند. بعضی شخصانی هست که همه حقوقی خودکت شناس نیستند، بنابراین بسیار جا پیشپایی میخورند. خوب میشد که همین مسئله بجای رکلام های خرم مرم همین چیزایی تشویقاتی میبردن که خلق همین داند. بعضی آدمی هست که اونش کتاب خواندگی نیست، لیکن همون تلویزیون بمیشینه در رنگ یک گفتی دو کامپر گپ میزدگی بوری هم بجای رکلام های نمیشدگی هم خیلی رکلام کنند که من این خیلی حقوق دارید، من این خیلی وظیفه دار هستید، من اینجا به جزا بگیرید، من اینجا به مکافات میگیرید. چه خوب میشد، لیکن شهروندی تاجیکستان بودن این افتخاری هر یک تاجیک است. همه چی حقوق داریم ما.
حقوق زندگی نقض آبادی این برای ما وطن بس آبادیش وظیفه ما آقا در جمعیت چخیل بگم شکرانه تینجی که جنوب برای ما دودگی کور کردن آباد کردن وطن است آقا جان نصیحت کردن نسل نوراست که یک بسیار ضروره آقا جان بسیار ضروره در زمان ما مهنت حلال فرزنده را با همین وطن پروری وطن دوستی تربیت کردن فقط همین است گشت گذار کرد امروزا بینید که آزادانه ما در شهر ما گشت گذار میکنیم ساعتی یک دو سه همه وقت برای آزادانه ما گشت گذار شهروند خیلی بسیار داره مقصد باید خود شهروند پایمال نکنه ارگان های تنابکش در جمهوری تاجیکستان پر هستند از عرض کردیم رئیس محله سرکرده تا پروکراتور گنرالی سودی عالی همه این ارگان ها وظیفه‌شان از آن عبارت است لیکن در دوره قانون مراجعت کردن در کار دادگاه کردن واسه آردکنی برای نیو عریضه نوشتن که مراجعت کردن فکت دلیل نشان دادن در کار که باید بینم پگاه وقتی که سنجیدن فکت دلیل تصدیق نشد 10 نفر دیگر از کفای این کار سرگردان شدند آدم بیکار کردند و آدمی که عریضه نوشته است نادرست دلیل نشان و باید گناهکار کنند یا فهمونند کار تشویقاتی بردن در کار. شما هم می توانید نظر و پیشنهاد خود را در این باره زیر همین ویدیو نویسید. در شهر ترکمنباشی ولایت بالکن ترکمنستان مقامات منزل شهروندانی را کفت و کاب می کنند که مذهبی هستند و طلبات شریعت اسلامی را رعایت می کنند. مقامات بجز از قرآن ادبیات دیگر دینی را از منزل چنین شهروندان مصادره می کنند. روزهای 18 و 19 آگوست در منطقه غربی ترکمنستان اقدام ضد شهروندان دیندار صورت گرفت که در جریان آن مقامات کتاب‌های دینی را مصادره کردند. چندی از شهروندان گفتند مقامات آنها را هشدار دادند که در خانه ادبیات دینی از جمله کتاب حدیث و دیگر کتاب‌های فقهی را نگاه ندارند. برخی از سرچشمه‌ها گفتند کفتوکاب منزل ساکنان بعد آن شروع شده است که مقامات یک مرد را برای تعلیم درس‌های دینی به نزدیک 50 کودک بازداشت کردند. مقامات ترکمنستان را برای محدودسازی آزادی‌های دینی تنقید می‌کنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می‌شود که مهمترین تحولات تاریخی 25 آگوست را فرا می‌گیرد. 25 آگوست سال 2010 در یک دعوتش پرزیدنت امامعلی رحمان از میل دانش آموزان تاجیک به افکار و رویه‌های به گفته او خطرناک دینی اظهار نگرانی کرد و خواستار بازگشت آنها از خارجه شد. بنابر برنامه ویژه بازگردان دانشجویان از مؤسسه‌های اسلامی کشورهای آسیا و خاورمیانه که چند سال ادامه کرد، تقریباً 6000 نفر به تاجیکستان برگشت. اکثر آنها بعداً با بیکاری و بی‌مکتبی روبرو شدند. 25 آگوست سال 2015 دو عروس یک خاندان در قبادیان برای کشتار وحشیانه و بی‌مثل خوشدامن خود به 22 و 21 سال زندان محکوم شدند. قتل و سوختار جسد و نیم سال پنهان داشتن این حادثه همچون وحشانیت بی‌نظیر ارزیابی شد. عروس‌های محکوم شده خوشدامن خود را در اذیت‌های روانی و خشونت خانوادگی ایبدار کردند. 25 آگوست سال 2018 حکومت تاجیکستان قرار کرد که بلندی سنگی مزار نباید از 1 متر و برش از 50 سانتی متر بیشتر باشد. برخی این دستور را برای پیشگیری از تلاش خودنمایی صاحبان میت در گورستان‌ها مهم دانستند. برخی دیگر گفتند این تلاش دیگری برای پیشگیری از گسترش فعالیت‌های دینی مردم است. گفته میشد بحث از تلاش بنیاد مقبره برای یک عالم دین آغاز یافته است. همچنین ثروتمند در قبرستان دخمه خانوادگی ساخته است. امروز 25 آگوست 1000 روبل با 116 سومانی و 20 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی برابر به 1096 سومانی و 100 یورو به 1189 سومانی عوض می شود. نوید بامدادی رو با آخرین خبرها تماشا کردید. مطلب‌های بیشتر از این رو در صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.